پرچمی ملت پرافشان گشته است، مهری ملت در دل و جان گشته است. پرچمی ملت پرافشان گشته است، مهری ملت در دل و جان گشته است. شکر استقلال خلقی تاجدار، راهنمای تاجیکستان گشته است، راهنمای تاجیکستان گشته است. شکر استقلال خلقی تاجدار، راهنمای تاجیکستان گشته است، راهنمای تاجیکستان گشته است. پرچم نشان دولت آزاد تاجیکستان، آزاد تاجیکستان، آزاد تاجیکستان. از فیض وحدتی ما آباد تاجیکستان، آباد تاجیکستان، آباد تاجیکستان. از فیض وحدتی ما آباد تاجیکستان، آباد تاجیکستان، آباد تاجیکستان. فرخنده باد امروز چون روزی پرچمی ما، سازیم سرفرازی ای یار و همدمی ما. ای یار و همدمی ما، ای یار و همدمی ما. فرخنده باد امروز چون روزی پرچمی ما، سازیم سرفرازی ای یار و همدمی ما. ای یار و همدمی ما، ای یار و همدمی ما. دستی به دست گیریم ای دوستان جانی، ای دوستان جانی. امروز روزی عید است، سازیم شادمانی، سازیم شادمانی. چون غنچه ها شکوفان امروز ملتی من، شکرانه خداوند آزاد دولتی من. آزاد دولتی من، آزاد دولتی من. ما مستقل چو هستیم خوش از زندگانی، ای کشوری عزیزم باشی تو جاویدانی. باشی تو جاویدانی، باشی تو جاویدانی. ما مستقل چو هستیم خوش از زندگانی، ای کشوری عزیزم باشی تو جاویدانی. باشی تو جاویدانی، باشی تو جاویدانی. پرچم نشان دولت آزاد تاجیکستان، آزاد تاجیکستان، آزاد تاجیکستان. از فیض وحدتی ما آباد تاجیکستان، آباد تاجیکستان، آباد تاجیکستان. از فیض وحدتی ما آباد تاجیکستان، آباد تاجیکستان، آباد تاجیکستان، آباد تاجیکستان، آزاد تاجیکستان. درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و برنامه امروزه ما را هنرمندان انسمبل فولکلور اتنوگرافی قرطاق شهر ترسونزاده زیبا خواهند کرد. یک انسمبلی که همیشه تلاش میکنند ترانه های جذاب و دلنشین و مردمی را پیشنهادی بیننده گردانند و امروز به استودیوی تلویزیون سفینه تشریف آوردند که من یک و یک ایشان را خیر مقدم میگم و برنامه با یک ترانه خاص و زیبا در وصف پرچم ملی آغاز گردید. انسمبل مذکور در برابر آنه که به جمع‌آوری
ترانه‌های قدیمی و بسیار نادر مشغول است. همچنین در پی ایجاد ترانه‌های خاص نیز هست که در هوای آهنگ‌های ملی، در هوای آهنگ‌های قدیمی پیشنهاد می‌شود و ترانه پرچم نیز از زمره همین گونه ترانه‌ها بود. خوش آمدید به برنامه. تا جای خبر داریم اکنون پروازهای شما، برآمدهای شما، موفقیت‌های شما بیرون از تاجیکستان زیاد می‌شود. با قریبی در یک فستیوال نیز اشتراک کردید. می‌شود برای ما بگویید که چی فستیوال بود و چگونه اشتراک کردید و چه عنوان را به دست آوردید؟ ما البته اولا سلامی گرم و جوشانی شبه فرنگ شهر تورزاده را به اهالی کارمندان تلویزیونی سفینه می‌رسانیم که آنها پیوسته بهر بولیدگی خاطری مردمی این سرزمین پیوسته زحمت میکشند، برنامه خوب و جالبی رو پیشکش می‌نمایند. سلامت باشید. سپس ما در ماه می از 1 تا 6 در جمهوری ازبکستان در ناحیه بویسون اویدی انسامبل فولکلوری برنامه شده گذشت. در اینجا البته از طرف وزارت فرهنگ انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قراتاق ما در اونجا دعوت شدیم. از 40 دولت جهان انسامبل فولکلوری در اونجا اشتراک نمودن. البته در این فستیوال در بین 40 دولت انسامبل فولکلوری اتنوگرافی مرامت کرده پرچم تاجیکستان رو بالا برداشتیم. البته جای سیم رو اشغال کردیم. در بین 40 چی ترانه رو پیشنهاد کردید اونجا؟ ما در اونجا سرود خلقی اشتر بچمن. اشتر بچمن. بله. با همون مثلا صحنه ها و اون حالت هایی که داشت با همون پیشنهاد کردید، رقص و بازی هایی که بله البته اون ما اشتر بود. در اونجا هم به طریق زنده خیلی که اینجا زنده بود. اونجا در همه انسامبل هایی که از دیگر دولت های جهان آمده برآمد کردن. وقتی که تاجیکستان برآمد کرد البته من خودم حس کردم که مردم سخن های ما را اگر نفهمانم که به یک وجه آمدن در یک هیجان میبینم با کفکوبی انسامبل فولکلور پیشواز کردم. رقص های مردانه فولکلوری و انم سرودهای اشتر بچمون با هم‌آوازی انم انسامبل برآمد نموده پیروزی به دست آوردیم. خب چی تجربه دادم این آزمون بین المللی؟ مثلا شما بار اول بود در همین گونه؟ بار اول فقط در فستیوال بار اول ما چندین مرتبه در کنسرت ها دعوت کرده بودن رفته بودیم. نه که بار اول که ما با انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قراتاق برآمد نمودیم. البته این یک برای ما یک پیشروی و بهبودی بود. چی ها رو دیدید اونجا؟ گفتید از 40 دولت دنیا هنرمندان بودن، هنرمندانی که البته من در وقتی که از گرمانیا، از استرالیا از وی برآمد میکردن، از مثال ترکیه هم بود و از قزاقستان، قرقیزستان، همه دولت‌ها که بودن عجایب چیزایی دیدم که در یک اسباب همونجا مثال نواخت به همون با یک هیجان خودشون میبینم. همین گروه چند نفر رفتید؟ از این گروه ما 3 نفر، از این بانوان 2 نفر بودن، از مردها 4 نفر بودیم. همگی ما 6 نفر رفتیم در اونجا جای نمایان رو اشغال کردیم. بهتره. شما در برابر آنه که همین گونه سرودهای فولکلوری رو جمع‌آوری میکنید، همچنین آهنگ ها نیز ایجاد میکنید؟ البته ما بسیارتر همین چیزایی که ما احیا میکنیم اصلا این پیشتر مردمی ما همین چیز رو میسرایدن. بله. در تویهای مثال بنا سنتی و در تویهای مثال عروس دامادی این چیزها رو میسرودن. ما آنها رو البته دسترس کردیم، کمی هم باشد دیگرگون کرده باز ما از نو احیا کرده ایستیم. و در این برابر سرودهای مؤلفی خود را نیز دارید؟ بله البته نه فقط سرودهای فولکلوری، البته ما در جشن‌های من بین المللی نوروز، من روزی پیشوا، من مثال در پرچم، البته در این چیزها هم نیست سرود در وحدت، سرود بله. سرود پرچم که در آغاز برنامه پیشنهاد شد آهنگی خود شما بود؟ این البته آهنگی من است، شعر از قلمی استاد عبدالقادر قاسی. و باز چی دستاویز آوردید؟ البته از سرود داریم درباره پیشوا، سرودهای خلقی داریم، یلالوم ایوای، انا چهارباغ میرم سرودهای خلقی. حالا سرود خلقی پیشنهاد میکنید؟ البته. خب مرحمت بفرمایید.
نشده یا به شکار آمده ای نه تشنه شدم نه به شکار آمده ایم دلگیر شدم دیدن یار آمده ایم جان دختری خاله چشمش ناز داره مویش تاب داره رویش حال داره جانان بهار شده است تو کیمه آیی وقتی گلی خواب شده است تو کیمه آیی تو وعده به برفای زمستان دادی برفا همه آب شده است تو کیمه آیی جان دختری خاله چشمش ناز داره مویش تاب داره رویش حال داره جان دختری خاله مویش تاب داره مویش تاب داره خب تشکر زیاد برای یک ترانه زیبا. این ترانه‌ای که حالا پیشنهاد کردید یک ترانه خیلی قدیمی است که از جانب هنرمندان زیاد بازخوانی شده است و خیلی عمری طولانی هم دارد. چرا خواستید که همین ترانه را بازخوانی کنید؟ چند وقت پیش شدم به واسطه اینترنت تماشا کرده تلفن را نگاه داشتم که همین دختره سرود را خواند. ماس گفتم همین فولکلوری در دلم شیشت، گفتم بیا من هم سرود زنده کنم. گفته و این ترانه به واسطه در فولکلوری خلق تاجیک جای شده است. یک ترانه خیلی معروف است. همین گونه سرودها را شما جمع آوری میکنید؟ سرودهای فولکلوری را از کجا؟ بود است که از مثلا از بیبیتون شنیده باشید و یا اینکه از خاله‌تون، از توی محله ها، از کمپیرانی که مثلا شما چون زیاد میلیونی مردم میگردید، از کیا شنیدید؟ چی ترانه ها را شنیدید؟ بیبی مادریم میفتن که در وقتی اعلی خوندن هم سرود میخوندیم، سرود میخوندیم. میگفتن گوش نکردید؟ نگفتن که چی الله را میخوندن؟ چی گونه الله ها؟ نه گوش نکردیم، نه که خودمون میخوانیم همین را. که همون سرودی که بیبیاتون میخوندن؟ بیبی هایم میخوندن مثلا میخوندن که بچه جانم کلان شو روی خونه ره دوان شو. گفتم خیلی سرودا میخوندن. الله جانم الله یا بچه جانم الله یا که دختری قلم قاشم زیبی خانم الله یا. گفتن اما خیلی سرود میخوندین و الله میگفتین در دیلشونه دامو الله میپروردند. خود شما چی کار میکنید برای اون که مثلا همین گروه همیشه پایدار مونه؟ چون از نفران عبارت است که خب مثلا بعضی آنها سابقه دار هستند. ما برای تشکیل کردن مثل این انسمبل بسیار زحمت ها کشیدیم و هر یک تینو مصلحت کرد با اهل و عائله‌شون. البته مصلحت ها کردیم، مثل صحبت ها گذرانیم. بعد مثل هر یک سرودی که ما پیشنهاد میکنیم میبینیم اگر بر مثل آواز زنها شیند دیابزانی سروده میبینیم، کور میکنیم. اگر با آواز زنها شیند ما زنها به بسیارتر میپرتیم. اگر با آواز مردها خاص باشد بسیارتر مردها به وای میکنیم. البته در یک جایگی ما بسیار زحمت میکشیم برای یک سرود تولد شدن یا که برای صحنه برآمدن. البته بسیار زحمت کشیدن در کار که این به دل مردم شیند، مثلا مردم آن را خوش پذیرایی نماید. بازم ترانه دارید؟ البته. چی ترانه است؟ میخوایم که در وصف پیشروی ملت یک ترانه پیشنهاد کنیم. البته اینم با قلم عبدالقادر قاسم روی کاغذ آمده است، با اون رو آهنگ بسته بهترین. خب مرحمت بفرمایید. در جهان ما را نمودی سربلند، کشورم با تو نمی‌یابد گزند. در جهان ما را نمودی سربلند، کشورم با تو نمی‌یابد گزند. میکشی زحمت برای خلقی خویش، قهرمانی خلقی خویشتن. میکشی زحمت برای خلقی خویش، قهرمانی خلقی خویشتن.
زنده باش سربلند و جاویدان پاینده باش پیشوای ملتی من زنده باش سربلند و جاویدان پاینده باش مادری تاجیک تو را مادر بود خواهری تاجیک تو را خواهر بود مادری تاجیک تو را مادر بود خواهری تاجیک تو را خواهر بود خلق را یار و برادر خوانده ای زندگی ما کنون دیگر بود خلق را یار و برادر خوانده ای زندگی ما کنون دیگر بود پیشوای ملتی من زنده باش سربلند و جاویدان پاینده باش پیشوای ملتی من زنده باش سربلند و جاویدان پاینده باش سربلند و جاویدان پاینده باش سربلند و جاویدان پاینده باش از مرامی سربری ما بوی وحدت میرسد از مرامی سربری ما بوی وحدت میرسد بوی گل باقی محبت با سعادت میرسد بوی گل باقی محبت با سعادت میرسد میشود آباد و زیبا پرمکانی تاجیکان میشود آباد و زیبا پرمکانی تاجیکان چون صفا با پیشوایی خلق و ملت میرسد چون صفا با پیشوایی خلق و ملت میرسد شورت و شانی وطنین شورت و شانی من است پیکین عوض رشد و شان و شانی ملت میرسد وحدتی میلی چی خوش آورد به ما روزی نکو وحدتی میلی چی خوش آورد به ما روزی نکو شاد باشه هموطن جشن محبت میرسد شاد باشه هموطن جشن محبت میرسد از مرامی سربری ما بوی وحدت میرسد دوستان عزیز برنامه را ادامه میدیم. ترانه‌های خاص و وطنداری پیشنهادی ما به شما میگردد. یادآور میشویم که هنرمندان انسمبل فولکلوری اتنوگرافی قراتوق شهر تورززاده به برنامه تشریف آوردند با راهبری سیف‌الدین اوراقوف که ترانه‌های جذابی ایشان را دیدیم در برنامه. من خواستم راجع به این ترانه برای ما کمی قصه کنید که چگونه این ترانه ایجاد شد و کدام زمانی را ایجاد کردید؟ این ترانه رو راستیگه وقتی که من در کتاب دیدم و من خیلی پسند آمد، هم سخن‌ها هم مضمون. بعد گرفتم با انسامبل با مطربان البته شتیم اول کار کردیم، دیدیم که خوب برآمد. البته با آوازی زنها شینم هم با آوازی مردها سرودی خلقی پیشکش تماشا بینم کردیم. خب آهنگ‌ها رو فقط خود شما ایجاد میکنید در اونجا؟ بله، آهنگ‌ها رو من قدم ذوالفقار، اکای فرهاد جان، اکای نورالله هستن، امید جان. البته میشینیم و وقتی متن نگرفتیم اول درباره همین فکر میکنیم که آهنگ چه میبره. اگر آهنگ خوب برآمد البته سرودی خوب باشد و مضمون باشد با آهنگ دلچسب خوب میبره. ولی از همون نظامنامه خود بیرون نمیبرید، یعنی در هوای سرودهای فولکلوری ما بسیارتر تکیه به هم سرودهای فولکلوری خلقی میکنیم. در همون حال و هوا این ترانه ها ایجاد میشه. بله. شما با مکتب موسیقی و چگونه شهر تورززاده همکاری هم دارید؟ من 21 سال در مکتب موسیقی بچگانه شهر تورززاده فعالیت کردم، از سال 97 تا سال 2018. همکاری هم دارن اون واسه بله بله، تحصیل میکنن با انسامبل شما؟ بله. از اونجا جلب میشون مثلا نفرانی خواهشمندان هستن؟ البته میبینن چون باید همین انتقال یا بعد همین هنر، همین فولکلور، همین بله بله به نسل جوانتر انتقال. من یکی از معلمایی که همراه ما هستن هم
در سازی دوتور بله. این کس در اونجا بسیار شاگردای بنیاد قریب 40 نفر شاگرد دارن. شاگرداشون در همه چوره‌بینی هم برآمد میکنن، چوره‌بینی فرهنگی هم انسمبل دوتور نوازان شهرزاده راهبری میکنن. بله بله. خب و همون جوان ها یعنی آسایشات جلب میشوند به انسمبل بله بله شما. بسیاریشون خطی ما در بسیار چوره‌بینی ها البته اشتراک میکنن، آواز میدهن، میخوانن، رقص میکنن. خب تشکر زیاد که به برنامه تشریف آوردید. بار دیگر خوش آمدید و در انتها چی پیشنهاد میشود؟ در آخر ما یک تا سرودی انا چهارباغ میرم، انا گلباغ میرم، سرودی فولکلوری خلقی است. این هم از مثال کتاب فولکلور ما دسترس کردیم، حالا در اجرای مغفرت ناصری رو پیشکشی تماشابینان می‌گردانیم. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه فضا رسیدیم. بگذار که همیشه صلح و امانی باشد، بگذار که همیشه پرچم پرافشان باشد، بگذار که همیشه خنده و سرود و ترانه در خاندان ما طنین انداز. خیر تا دیدار دیگر با یک ترانه برنامه به انتها میرسد.